فوتبال جنگه. من خودم نیرو انتظامی ام که رئیس شرکت هواپیمایی نیستم که. توی زمینم جنگه. برگرد برو بیا اون خیلی حساسه. لطف بفرمایید که از سمت راست یه سانت بفرمایید. تشکر میکنم از حسن توجه حضرت عالی. از اون مرم آقای افشین قنچه عراقی تشریف بیارن. لطف بفرمایند یک سر بنوازن با عرض تشکر و سپاسگزاری. آقا محمدی بذار سنگین نبودن. نمیدونم، حالا شاید شما پاسپول داشتی. چهره شناسی دیگه من نخوندم. نه امروز پشه‌ها باعث باخت راه نشدم، ولی هر دفعه میومدی بریم به آقایی بود که الان نمیدونم هستش. این سیم دو نفری، یکی اینور ما وای میساد یکی اونور ما میساد، ما بعد از روی سیم اینا هی میپریدیم. آخر سر کار به جای کشیدون شمع و گل و پروانه شد. دوربین اینه چون تو گوش شماست. دقیقاً 17 بار اون چیزا رو کوبید تو کله من. اون دوربینش هم یه تون اون باید بره قوی ترین مردان قبول. یک دوربین یه قور 17 دفعه فقط کوبید تو کله من. گفت ببخشید، گفتم آقا من مثلا پس کلمو پخ کردی شما. چی رو ببخشید؟ آقا اونم اونورم یه 18 ساعت اگر یه 2 دقیقه اونور بریم ما یاد بخوریم. این مسابقه بکشی که امروز شما ملاحظه فرمودید در این زمین، ما بهترین زمین خاکی دنیا رو داریم. مربی اونا بیش از 400 بار گفت بکش زیرش و ما هم از این ور فکر میکنم آمار میگه 401 بار گفتیم بکش زیرش. به نظر من میاد توی گفتن بکش زیرش ما یکیش از این تیم بردیم. من تصور میکنم که اول فصل به جای تخم چمن اینجا سوزن تگرت داشتن با کود و آب موقعی که بهش دادن تبدیل شده به میخ طویله. این بحث تکنولوژی ما رو در زمینداری میرسونه که ما سوزن فرفره میکنیم و میخ طویله تحویل میگیریم. اینو باید دیگران الگو برداری کنن. این هم به لحاظ صرفه‌جویی هم به لحاظ اقتصادی به نفع ما. میخواد سوزن تگرت تبدیل بشه به میخ طویله. خاطر همه جام تخت جمشید اومدیم اینجا سال 53 بود. قرار بود بازی‌های برگشت تو زمین سامن باشه. اخیراً شنیدم بازی‌های برگشتم مجدداً سال دیگه هم میخوان همونجا بندازن. من 5 سال پیش که اومدم اینجا رفتم دیدم اونجا یه نفر داشت، یه افغانی داشت کار میکرد. اتفاقاً چند روز پیشم رفتم دیدم همون افغانی هنوز داره کار میکنه، منتها ذره پیرتر شده بود. بیلش هم اون حساب قسمت آهنیش از 35 سانت تبدیل شده بود 5 سانت. تنهایی داشت کار میکرد. اونجوری که اون به من میگفت من فکر میکنم طبق گفته که ایشون گفت الله اعلم میگفت طی 63 سال آینده ان شاءالله این زمین آماده بهره برداری بشه. تماشاگرها خوب بود. این رفتار تماشاگر رفتار منطقی نیست. تماشاگرها از دیدن این بازی لذت بردن. 4 جلسه مثلا شما کجای دنیا دیدید همچین چیزی که بیان 4 جلسه محروم بکنن یه مربی رو به خاطر اینکه اظهار نظر کرده. شما کلا تو چند سال خوب محروم شدید، نه چند بار محروم شدید کلا؟ من فکر کنم به هر حال اون سری هم من گفتم یکی از مشتریاییم دیگه یه 12,000 تومان ریختیم به حساب. یه 1 میلیون تومان هم قبلا ما جریمه شد. یکی عطسه کرده من بیام 60 تومان بدم، یکی اولپرسی کرده 60 تومان بیارم. اگه بخوایم قدر و سهم و ما در نظر بگیریم من الان سهامدارم تو فدراسیون. یعنی نمیخوام بگم که همه فدراسیون رو به نام من کنم، ولی حداقل با 3 دونگش الان به نام من کنم.